در بوی بهار جانمه این ماه شریف رمضان هم که بهار داماد به حد فصل خوبه بهار خوب شروع کرده که من دوست مراجعه کجا باشد دوست مراجعه پیدا کنم اگه یا پولش به تو من گوسپند خریده بیاره در این ماه شریف رمضان اخی یک گوسپند گوشت گوسپند بخوریم یک قوت کنیم اخی دوست مراجعه دوست مراجعه کلک ها کجا ده یا ایسا بیا که ها چوکا اتاق پیدا کردی اینجا بیا دوست مراجعه دوست مراجعه سازه تنجه چیکار کردی سیاجه؟ هیچ همه هزمو رو همشه جا بجا کردم هزمو رو تل کردی سیاجه؟ انا کن دوست مراجعه این ماه شریف رمضان آمد ما تو را پول میتونم گوش کن یک تا گوسپندی بار داقی خوش رو بخور بیار نصیب باشه هم نان میکنیم هم ماندگی شاخی ماه شریف رمضان ده کم کم دوبریده انداخته آقا میخوریم فهمیدی آخه؟ گوسپند؟ یک گوسپندی بار داقی کلان خوش رو بخور بیار نصیب باشه هم نان میکنیم هم ماه شریف رمضان ده میخوریم من کاکا جمعه بزرگ هفته سکو میرم حرکت مال میرم در بچه جانمه یه بچه ما علاقه کلا شده با عقل شده که خودش میدانه دوست مراجعه خیلی خوب لیکن همین خدا بوتیتا نمیگه بچه کی من گوسپند خری رفتم دیگه یگو سوی بش برای چی گفت که انا میخره بخر بوی میشی بوی میشه خیلی اوتام گفت که گوسپند بخر آخه حال یه زمان شده که گوسپند میخری میره لیکن این خر میمونه خر مرا بوی میکنه خرکو خر در خواب ببینی خر مراد نمیگن در خواب ببینی آدم بوی میشی اوتا بیا آمده دوست مراجعه دیدی اوتا خرا اینو اوتا دیدی اینالا خورم که اگر من تو را گفتم که گوسپند بخور تو رفتی یک خر خریده آورده گوسپند خورده میشه این خر خوردن نجابت داده اوخی اوتا سر سامان نشم بست چقدر سر سامان نشم من تو را یک بچه با عقل گفته رای کدام من تو را بچه با عقل گفته من تو را پول دادم که برای یک گوسپند بخور یک گوسپند برداقه بیاد اینجا نان داره گفتم من تو را گوسپند گفتم تو رفتی یک خر آورده این خر خوردن نجابت رفتی خر حرام گرفته آورده اوخی اوتا این صاحبش میدونی چی گفت چه گفت آخه خوردن نشه آخه اوخی گفت که نبی یه سال پس گفت تو را بوی میکنه برای هم خریدی چی میکنه؟ یه سال پس بوی میکنه تا همین خر تو را بای میکنه؟ یا ای نلایم قرآن که اگر چی تو دا این خر آینده بلاگر میشه ها؟ بای میکنه